مدل‌های جدید کمد دیواری رو دیدی؟ میخوای بدونی کدوم مدل برای اتاق خوابت مناسب تره؟ با من بیا تا بهت بگم. سلام دوست من، روزت بخیر باشه. کمد دیواری ها همون گنجه ها و صندوقچه های قدیمی هن. اما با ظاهر امروزی تر و البته خیلی جادارتر که وجودشون برای هر خونه لازم و ضروریه. کمد دیواری از کمد معمولی خیلی بهتره، چون داخل دیوار کار میشه و هیچ فضایی رو اشغال نمیکنه. به خاطر همینم محبوب دل خونه های کوچیکه. با من بیا تا مدل جدید کمدهای دیواری رو نشونت بدم. کمد دیواری ریلی یکی از پرطرفدارترین مدل‌های کمد دیواری کمدهای ریلی هستن که مخصوصا برای خونه‌های کوچیک خیلی مناسبن، چون درباشون به صورت ریلی باز و بسته میشه و نیاز به هیچ فضای اضافی برای باز و بسته شدن درها نیست. درهای کمد دیواری ریلی هم میتونه با انواع چوب اجرا بشه، هم با آینه و هم با شیشه های مات. کمد دیواری آینه‌ای کمد دیواری آینه‌ای به خاطر قابلیت انعکاس نور و تصاویر اطراف فضای بیشتری رو به اتاقت اضافه میکنه. پس اگه یه اتاق خواب کوچیک داری، کمد دیواری آینه‌ای یه راه حل عالی برای بزرگ نشون دادن اتاقته. درای آینه‌ای این مدل کمدهای دیواری اونا رو به یه فرنیچر چند منظوره تبدیل میکنن که با وجودشون از نصب آینه تو اتاقت بی نیاز میشی. کمدهای دیواری آینه‌ای حتی برای آرایشگاه هم خیلی کاربردی و پرطرف دارن. کمد دیواری شیشه‌ای همون جور که از اسمش پیداست، جنس درای این مدل کمد دیواری از شیشه است. البته از نوع شیشه ضد ضربه و ایمن که بسته به سلیقه تو میتونه شیشه مات استفاده بشه یا شفاف. اگه دوست داری لوازم داخل کمد همیشه جلوی چشمت باشه و ببینیشون و در عین حال آدم مرتبی هم هستی، میتونی شیشه شفاف در نظر بگیری. اما اگه رعایت نظم برات سخته، اصلا شیشه های شفاف رو بهت پیشنهاد نمیکنم. مزیت این مدل کمد دیواریا اینه که به خاطر ترانسپرنت بودن متریال شیشه، حس سبکی و سیال بودن بیشتری به فضای اتاقت القا میشه. کمد دیواری لولایی همونطور که قبلا هم گفتم، کمدهای دیواری لولایی به فضای بیشتری برای باز و بسته شدن درها احتیاج دارن. اما مزیتشون اینه که دراشون به راحتی قفل میشه و برای نگهداری و محفوظ بودن اشیاء مهم و گرانبها یک گزینه عالی محسوب میشن. انواع کمد دیواری بدون درب. این مدل کمد دیواری همون قفسه های دکوری هستن که میتونن با ابعاد و اندازه ها و متریال مختلف ساخته بشن و بیشتر برای قرار دادن کتاب و اکسسوری و دکوری استفاده میشن. دسترسی راحت و سریع به محتویات داخل کمد یکی از مزیت‌های این کمده، اما گرد و خاک گرفتن و در نتیجه نیاز به نظافت بیشتر یه امتیاز منفی برای این مدل محسوب میشه.
با توجه به اینکه برای هر اتاق و هر سلیقه‌ای میشه یک کمد دیواری خاص و منحصر به فرد انتخاب کرد، سعی کردم تو ویدیو امروز انواع مختلف کمدهای دیواری رو نشونت بدم تا با در نظر گرفتن بودجه و متراژ خونت بهترین انتخاب رو داشته باشی و بیشترین استفاده رو از فضای خونه ببری. اگه سوالی داشتی حتما ازم بپرس. کانالم سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.